درگیری هایی که به زمین ورزشی سرایت کرد، جایی که صلح از آنجا آب می خورد. این بار بازیکنان زمین کرکت و تعدادی از غیر نظامیان در ولسوالی ارگون پکتیکا آماج حمله های نیروهای هوایی پاکستانی قرار گرفت. این حمله پاکستان با واکنش کرکت بورد کشور، بازیکنان تیم ملی کرکت و شهروندان همراه شده است. بورد کرکت افغانستان در برگه فیسبوک خود از لغو سلسله بازی‌های 20 آوره با پاکستان که قرار بود در ماه نوامبر سال روان میلادی را اندازی شود خبر داده است. قرار بود ملی پوشان کرکت کشور در 3 بازی 20 آوره در برابر تیم ملی کرکت پاکستان قرار بگیرند که پس از حمله پاکستان به بازیکنان کرکت در پکتیکا از سوی بورد کرکت لغو شد. محمد نبی عیساخیل ملی پوش کرکت کشور در برگه فیسبوکش در رابطه به حمله پاکستان نوشته است: شهادت بازیکنان کرکت واقعا دردناک است که پس از برگشت از یک بازی دوستانه مورد حمله نظامیان پاکستانی قرار گرفته است. او در ادامه افزوده است: این حمله تنها حمله به پکتیکا نیست، بلکه به تمام مردم افغانستان است. برای شهدا جنت فردوس و برای زخمیان شفای عاجل استدعا داریم. راشد خان نیز در حساب اکس خود به حمله پاکستان به ورزشکاران و غیر نظامیان واکنش نشان داده و نوشته است: من از شهادت غیر نظامیان در حمله های هوایی اخیر پاکستان به افغانستان عمیقاً متأثر هستم. تراژدی که در آن زنان، کودکان و بازیکنان جوان کرکت که آرزوی نمایندگی از مردمشان را داشتند، جانهای شیرینشان را از دست دادند. هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی مطلقاً غیر اخلاقی و وحشیانه است. این اقدام‌های ناعادلانه و غیر قانونی نقض فاحش حقوق بشر است و نباید نادیده گرفته شود. خان افغانستان در ادامه به لغو بازی برابر پاکستان اشاره کرده و تصمیم کرکت بورد را ستوده است و در ادامه اضافه کرده: ما در کنار مردممان هستیم. در سوی دیگر نوین الحق، فضل حق فاروقی، گلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ریاض حسن، حمید حسن، نوروز منگل، حشمت الله شهیدی، رحمان الله گربز و دیگر ملی پوشان کرکت همراه با تعداد زیادی از رسانه‌ها و سایت‌های بیرونی حمله پاکستان را علیه بازیکنان کرکت کشور نکوهش کردند.